یا آقا پسری بود تو مدرسه ما، خیلی پسر خوبی بود، تو ظاهر زندگیش از لحاظ ما واقعا یک بود، درس خون بود، جوری که معلم‌ها روش حساب می‌کردن. از لحاظ شخصیتی کاریزماتیک بود، جذاب بود، با معرفت بود، بچه‌ها کمک می‌کرد، ورزشکار هم بود، نماز اول وقت هم ترک نمی‌شد. یه جورایی همه بچه‌های مدرسه میگفتن خوش به حال حسین، ای کاش جای حسین بودیم. حسرت خیلی‌ها رو تحریک می‌کرد، حتی که خود من با خودم گفتم ای کاش جای حسین بودم. یه بار بهش گفتم حسین به من ریاضی یاد میدی؟ گفت آره چه اشکال داره. گفتم خیلی بامرام. یه روز جمعه بود رفتیم خونه‌شون ریاضی یاد بگیریم، وسطای درس ریاضی بود ساعت 11 صبح. یه دفعه تو اتاقی که ما بودیم در زده شد. پاسکال رفت سریع در رو باز کرد، یه دختر 6 ساله اومد، سندروم داون، عقب افتاده کامل. گفت سلام. گفتم سلام. گفت ببخشید خواهرمه معلوله، باید ببرمش سرویس بهداشتی. بچه‌ها رو برد دستشویی. بعد برگشت و گفتم که چرا مادرت نمیبره؟ گفت مادرم سرطان خون داره، وقتی میره شیمی درمانی میشه میفته مثل جنازه، نمیتونه تکون بخوره. بابا چی؟ گفت من بابا ندارم، بابام فوت کرده. پس خرج شما رو کی میده؟ گفت دایم میده. تازه فهمیدم عزیز من حسین در ظاهر زندگیش درسخون بود، کاریزماتیک بود، نمازخون بود، ورزشکار بود و در بطن زندگیش خواهر معلول داشت و مادر بیمار و پدر هم نداشت. این قانون همه زندگی هممون همین شکلیه. خوش به حال فلانی، خوش به حال هیچ کس نیست.